روز 6 نوامبر در شهر مشهد ایران در واخوری با سابق والی ولایت هرات افغانستان اسماعیل خان پیشوای جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود چنین اظهار اندیشه کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان باید با تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان مساعدت نماید. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفت که طالبان در جستجوی رابطه نیک با همه همسایه‌ها به خصوص تاجیکستان است. حکومت ما می‌خواهد با همه همکار باشد، چه در بخش اقتصاد و چه در بخش حمل و نقل و رفت‌های افغان‌ها به خصوص با تاجیکستان می‌خواهد روابط خوب داشته باشد، از جمله در ساحه تجارت و بخش‌های دیگری که آن کشور نگرانش است ابراز داشته است. وی تاجیکستان یگانه کشوری در آسیای مرکزی است که نسبت به طالبان موضع‌گیری آشناپذیر دارد. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از طالبان برای نادیده گرفتن حقوق تاجیکان افغانستان انتقاد کرد و گفت تنها از تأسیس حکومت فراگیر در این کشور حمایت می‌کند.